سلام دوستان، به کانال بحرالعلوم خوش آمدید. در زبان ترکیه دوام خواهیم داد. موضوع امروزی ما گفتن در، مثلا در خانه، در مکتب. خب در زبان ترکیه کلمه در همچون پسوند می آید و قاعده اون چنان است: اگر صدا که آخری کلمه ا ا آ او باشد پسوندمان د. اگر صدا که آخری کلمه ای او او باشد پسوندی د می گیرد. مثال ببینیم: گراژ، یعنی کلمه گراژ خودش به تاجیکی گراژ می شود. در گراژ گفتنی باشیم میگیم گراژ ده. کتو یعنی قطی، اگر گفتنی باشیم در قطی کتو ده. ترن، قطاره، اگر در قطاره گفتنی باشیم میگوییم ترن ده، به خاطری که صدا که آخرش ا بود. او، خانه، اگر گفتنی باشیم که در خانه او ده. پسوندی در پس از حرف های ف، س، ت، ک، چ، ش، ه، پ آید با ت و ت تغییر می یابد. این تغییرات به خاطر قاعده همبستگی همصداها می باشد که بعضا به نام فستکچی شهب نیز می آید. برای چی به نام فستکچی شهب می آید آن را فهمانم. برای که در عباره فستکچی شهب تمام حرف های این قاعده موجود می باشد. من اینجا اشارت کردم این حرف ها را: ف، س، ت، ک، چ، ش، ه، پ. معنای این عباره شهابی پیسته فروش می باشد که در اصل با معنای این علاقه ندارد، فقط به این خاطر استفاده شده است که آن حرفایی که برای ما لازم است در درونش دارد و از یاد کردنش آسان تر شود گفته این حرف ها را. خب اکنون میگذاریم به مثال ها و بهتر خواهیم فهمید این را. مثلا کلمه پارک با معنای پارک در تاجیکی نیست. پارک ده باید میشد از روی قاعده پسوندی در، ولیکن قاعده فستکچی شهب یا اینکه همبستگی همصداها این را با پارک تا تغییر میدهد، یعنی با رنگ سبز شروع کردم، یعنی درستش، شکل درستش. صبح یعنی صبح باید صبح ده میشد از روی قاعده پسوندی در، ولیکن صبح ته شد به خاطر قاعده همبستگی همصداها. کلمه درس یعنی درس باید درس ده میشد ولی درس ته شد. کلمه اینترنت یعنی اینترنت باید اینترنت ده میشد و گفتنی در اینترنت، ولیکن اینترنت ده شد. رحمت برای وقتتان. لایک مونید، آبونه شوید، زنگوله را زیر کنید. سلامت باشید.